برام برداشتن سطح زندگی شما بای باشید، شما دارا باشید. اگر همین آدمی که دارا باشد، شرایط داشته باشد، وقت چمخه شد، باور که بسیاری بیماری ها حساب ناداری است. نداری بیمار میشه، نداری فشار خون میشه، نداری دلت میزنه، همه بیماری ها از حساب بی پولی میره. او شاعر خدا رحمت کنه میگه مرد اگر نادار گردد غیرتش کم میشود. این همین مرده که نداشته باشد، بی پول باشد، تماما غیرت ندارد میگه. حالا که مردک با غیرت است کو، مردک قوت همه عذاب دارد، که پول که ندارد میان او را غیرت او را بی پولی شکسته. مرد اگر نادار گردد غیرتش کم می شود، آبروی او بریزد همچو خاکستر شود. از بی پولی در آبروش میریزد، در پیش یار رفیقش قدر ندارد، حتی در پیش پدر و مادرش بی پول باور که قدر نداره. این دوست بچه پول داره دوست میدارد، بچه بی پول دوست نمیدارد. بچه درآمدناک اگرچه بی خدا هم که باشد با او تکیه دارد، بچه مثال بی پوله که فراست و مثال عقل داره او را دوست نمیدارد. برای چی؟ به خاطر وای پول دارد. پول دارد. ببین پولداری تا چه حد آورد ما و شما را رسانید که پول داره همه دوست میدارد. حتی خداوند میخواهد شما پولدار باشید، حتی حبیبش میخواهد شما پولدار باشید. هیچ وقت اسلام نمیخواهد که شما کم بغل باشید. اسلام هم طرف دارد. اگر اسلام طرفدار کم بغلی میشد، شما را نمیگو که لباس زیبا پوش، مرکب‌های زیبا داد، نشین شهرهاتون با شکوه کنید، خانه هاتون خوشروی کنید، نمیگفتم. این حالت در عبادت ما ثواب نمیماند. ما را خطاب دارد. حضرت فهمانیده ایستاده چون ولا تصرفو همه خوانی، دو آیتی ولا تصرفو را نمیخوانی. خدا در قرآن چی گفت؟ کلوا و اشربوا ولا تصرفو، بخورید بنوشید لیکن اسراف نکنید.